در فرودگاه بین‌المللی شهر اسلام‌آباد سرور دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمانро نمایندگان والامقام کشور میزبان با صمیمیت عالی استقبال گرفتند. برای پذیرایی مهمان عالی مقام فرودگاه با عکس‌های سران دولت‌های تاجیکستان و پاکستان، پرچم‌های هر دو دولت و شعار و آویزه‌ها آرا یافته گارد فخری صف آراسته بود. طبق مقررات سفرهای رسمی و افتخار مهمان عالی مقام، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از توپخانه‌ها 21 مرتبه شلیک سر داده شد. साथी जरा एक आधा बंदा बाहर खड़ा करें। ये उस्मान शायद बाहर आओ ना, थोड़ा सा सामने आओ। आसम में गेट बाद में कर लेना। ये जरा बंदे सारे एंटर करो, लगेज स्कैन करो, साथ हो गए। شما رو به اسلام آباد خیر مقدم میگوییم. بسیار خوش آمدید. ما خیلی افتخار داریم که شما استقبال کردید. امروز سفر رسمی اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پاکستان با برگزاری مراسم استقبال رسمی مهمان عالی مقام در قرارگاه سروزیر جمهوری اسلامی پاکستان آغاز یافت. مورد ذکر است که با استقبال مهمان عالی قدر فرودگاه بین‌المللی و کوچه و خیابان‌های مرکزی شهر اسلام آباد با پرچم‌های دو کشور، عکس‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، سروزیر و پرزیدنت پاکستان عمران خان و عارف الوی، اینچنین شعار و آویزه‌های افاده کننده دوستی مردمان دو دولت آرا یافته است. با افتخار سفر رسمی و پذیرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پاکستان، قرارگاه سربازی این کشور نیز با شکوه خاصه آماده گردیده است. سرور دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را سروزیر کشور میزبان محترم عمران خان گرم و صمیمی استقبال گرفته به بالای شاهصفه فخری دعوت کرد. مراسم استقبال رسمی با گزارش فرمانده گارد فخری آغاز یافته. با صدا دادن سرودهای ملی دو کشور، گذشت مهمان عالی مقام از نزد صف گارد فخری، عرض سلام به سربازان و احترام به پرچم دولتی کشور میزبان جریان گرفت. ﷺ
وزیر امن و نقل، Education Minister, وزیر معاریف، Energy Minister, وزیر نیرو، Commerce Minister, وزیر تجارت، Assistant to President on Foreign Relations, Minister of Transport, Minister of Culture, Minister of Education and Science, Ambassador to Tajikistan and Counter-Corruption. президенти мамлакат муҳтарам эмомали раҳмон аз пазироӣ ва меҳмонавозии гарму самимии ҷониби покистон изҳори сипосу хушнудӣ карда доир ба аҳамияти муносиботи ду кишвар чунин гуфт: мо ҷойгоҳи геостратегии покистон ва нуфузи онро дар минтақаи осиёи ҷанубӣ ва ҷаҳони ислом муҳим мешуморем.